کسی که بعد از آشکار شدن راه حق و هدایت به مخالفت با پیامبر برخیزد و از راهی برود که غیر از راه اهل ایمان است، ما هم به همون راهی که دوست دارد او را برمیگردانیم و به جهنمش می‌افکنیم و بد سرنوشتی است این جهنم. خداوند بزرگ کسی را که به او شرک بورزد نمی‌آمرزد، اما هر گناهی پایین تر از آن را نسبت به هر که صلاح بداند می‌بخشد. زیرا کسی که برای خداوند همتایی قائل شود بدون تردید به بیراهه‌های گمراهی و حیرانی افتاده است. آنچه به جای خدا می‌خوانند چیزی نیست جز الهه‌های بیروح و بی‌خاصیت و نیز شیطانی که سرکش و ویرانگر است. نفرین خداوند بر شیطان آنگاه که گفت گروهی از بندگان تو را به عنوان سهم خودم در اختیار خواهم گرفت و بدون تردید گمراهشان می‌کنم و با آرزوهای واهی آنها را سرگرم می‌سازم و به انجام اعمال خرافی چون شکافتن گوش‌های چهارپایان وادارشان می‌کنم. فرماندهیشان می‌کنم تا آفرینش خدا را دگرگون کنند. بدانید هر کس شیطان را به جای خداوند به عنوان سرپرست و